عرضم به حضور شما که امروز چون یه مقدارم الان وقت گذشته ترجیح میدم از مقدمه چینی، اونم از نوع چینیش بگذرم و بدون هر گونه مداهنه و مقدمه‌ای برم سر اصل مطلب. اون هم سلام علیک هست با یکی از دوستان خیلی خوبم در حوزه شعر جدی و در حاشیه شعر طنز. آقا سلام علیکم. رخسار تو را اگر وزق فرض کنیم. با من که نیستی، اگه با من نیستی دوربین رو نگاه کنید. بله، با شما نبودم، با مقام عظمای ولایت بودم. رخسار تو را اگر وزق فرض کنیم، یک شش نخودی ز منقلت قرض کنیم. شاید که به بیتتان دری بگشاییم، تا اینکه سلامی به شما عرض کنیم. بذارید اینجوری احوال پرسی، خودمانی، گپ و گرده رو شروع کنم، بعد وارد شعرخوانی بشیم که کلا چی کار میکنید؟ والا الان مشغول مذاکره ایم. دستمون رو بچه ها تو تیم مذاکره بند کردن. میریم وین، ژنو. خلاصه خوبه. چند وقت پیش رفته بودیم وین. مذاکره داغ شده بود. جاتون خالی، ما هم داشتیم کاپوچینو میخوردیم. یهو دیدم خانم وندی شرمن یه کاغذ تا شده انداخت رو میز. منو میگی خیلی با خودم کلنجار رفتم که کاغذو بردارم بر ندارم. گفتم یه دفعه دلواپسا حرف برامون در نیارن که طرف کوتاه اومده و اینا. آخرش کاغذو برداشتم، گذاشتم لای دفتر شعرم و شب تو اتاق هتل با خودم گفتم جان تو سند لغو تحریماست. بالاخره دل به دریا زدم و آخر شب کاغذو باز کردم. دیدم با خط زیبا نوشته کاپوچینو رو با نی نمیخورن بزغاله. بسیار خوب. چون وقت نداریم دوست دارم این گپ و گرده صمیمانه همینجور ادامه پیدا کنه و برسیم خیلی از مسائل. منتها دوست دارم که بشنویم در حوزه مضامین عاشقانه و غنایی. شنیدیم در این سالها بخصوص رباعی‌های طنزآمیزی که دارن قراری با هم گذاشتیم که این رباعی‌ها رو بین شعرخوانی جدیشون تخص کنن، همچین به سویه تقسیم کنن که همچین تعادل حفظ بشه. آقا ما در خدمتیم. یه دو بیتی دارم خطاب به نمایندگان دلواپس مجلس بعد از استیضاح اخیر. عرض کردم که مجلس بنما تو خوی حیوانی را، تجویز بکن نظام درمانی را. یک نعره بزن کتاب آتش بکشی، کابینه فتنه ساز روحانی را. یه رباعی دیگه. تحریم شدم چگونه من خم نشوم، در حسرت بمب غرق ماتم نشوم. شیطان بزرگ سیب حوایم باش، نامردم اگر دوباره آدم نشوم. این از زبان مقام معظم رهبری خطاب به شیطان بزرگ بود. بسیار عالی، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، لبخنده رو گرفتید. عرضم به حضور شما. خب یه غزلی ما رو مهمان کن. مشکلات تو نظام که یکی دوتا نیست. یکی از بدبختی‌های ما این داستان ماهواره است که فلج کرده نظامو. غزلی رو تقدیمتون میکنم. عرض کردم که روی بام خانه ها این دیش ها، پرچم کفرند ای بدکیش ها. هر که را ماهواره باشد، عاقبت زلف بنماید تراشد ریش ها. جمعه ها بعد از نماز و خطبه ام، پوزخند است و نگاه و نیش ها. از لجاجت دیش حتی نصب شد توی استبل بزان و میش ها. از عراکی تا خمینی گفتند پیشتر، حتی خلاصه پیش ها. دشمن عظماست اینترنت عزیز، پرچم کفرند چیها دیشها. بسیار عالی، یه بار دیگه این بیت. دشمن عظماست اینترنت عزیز، پرچم کفرند چیها دیشها. البته این شعر رو روی یه تابلو قشنگ نوشتن، تو ستاد امر به معروف گذاشتن. بدون اینا کاراتون تابلو بود، رسما هم تابلو بزنن. چیزی تو ذهن داری؟ چون معمولا شعراتون از بر ندارن. بالا یه رباعی دارم که راجع به مصائب آقاست. نمیدونم اول صبحی بخونم نخونم، بیننده هاتون متعلم میشن. حالا چون دیروزم یه حادثه اتفاق افتاد، عده‌ای متعلم هستن، یه چند بیتی به نظر من بخونید.
بله منظورتون کما رفتن آقای مهدوی کنیه؟ بله تا حالا سابقه نداشته ایشون بمیره، نمیدونم چجوری به این وضع افتادن. اما یک رباعی مصیبت بارم اینه که میگه تو پاهات لنگ هم باشه قشنگه، رخت بیرنگ هم باشه قشنگه، خماری سید علی عیبی نداره، ولایت منگ هم باشه قشنگه. یه رباعی دیگه حیفم میاد و بعد خداحافظی. دوستان میگن وقت نیست سری. رباعی آخر رو در وصف رئیس دولت تدبیر و امید آقای روحانی میخونم. اسیر قصه و رنج حسن جان، همش گیر 1 و 5 حسن جان، موتور سوزونده و فرمون بریده، پژو 405 حسن جان. خیلی ممنون. علی های معصومی وقت نیست سفره رو تحویل بگیر، دعای سفره با شما.